اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. جمعیت هلال احمر افغانی 7 کودک مبتلا به بیماری قلبی را در شفاخانه آریانا پایتخت کابل برای عملیات و تداوی معرفی نمود. وزارت امور مهاجرین میگوید از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز از کشور ایران به تعداد 1681 تن مهاجر به کشور بازگشتند. رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت میگوید صفحه وبسایت مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت فعال گردید. مطالب مختلف به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی در این وبسایت منتشر خواهد شد. نشست اداری وزارت امور مهاجرین بر رهبری الحاج خلیل الرحمن حقانی برگزار شد. در این نشست رؤسای یک تعداد از ادارات گزارش‌های فعالیت‌های خویش را ارائه نمودند. با حمایت مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اعمار سرک و دیوار استنادی به هزینه 17.30 میلیون افغانی در مرکز ولایت لوگر تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. از سوی جمعیت هلال احمر افغانی به 500 خانواده آسیب دیده، معلول و فقیر سروی شده در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز کمک‌های غذایی توزیع گردید. شیخ محمد قاسم خالد والی کابل با سران قومی 7 ولسوالی کوهدامن دیدار نمود. مولوی عطاءالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در دیدار با مولا محمد داود مزمل والی بلخ در تطبیق برنامه‌های زراعتی خواستار همکاری شد. رئیس ترافیک کابل مولوی خیال محمد غاور میگوید با ایجاد کمیته‌های مختلف بی‌نظمی و ازدحام ترافیک در شهر کابل کاهش یافته است. مرکز راه‌حل‌های دیجیتال و نوآوری پوهنځی کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل افتتاح گردید. منصوبین حوزه 15 قماندانی امنیه کابل 5 تن سارق را دستگیر نمودند که این مجرمین در مناطق مختلف شهر کابل از مردم پول، موبایل و وسایل دیگر را دزدی می‌نمودند.